سلام بچه ها، خوش آمدید به ویدیو جدید. من انسان تکرار هستم و امروز قراره که بریم بازی کنیم. بازی چیه؟ پارادوکس. از اونجایی که میدونید پارادوکس بازی معمایی و یک بازیه که به صورت از نظر من خیلی شخماتی که راحت میشه مرحله‌اش. یعنی کلا سه چهار تا یکی دو تا مرحله داره، نمیدونم دقیق. یک از دوستان به معرفی کرده و میخوایم امروز بازی کنیم، ببینیم میتونیم رد کنیم، میتونیم چیکار کنیم، بریم که داشته باشیم. خب این چیه بازیش هست، ما میزنیم بریم داخل. بسم الله. صداشو یکم بیشتر کنم. اوکی. فکر کنم دو تا مرحله داشته باشه کلا. یه در قرمز، یه در آبی که در آبی قفله. من نمیدونم الان تا چه جایی میتونم پیش برم. بریم ببینیم. فکر کنم خیلی سخت باشه. سلام. احساس میکنم اونجوری که بچه ها گفتم باید سخت باشه. خب یه مکانیه مثل اتاق. برای دیگه اتاق کلا. چی باحال. اینا با هم دیگه ربط دارن. اینا با هم ربط دارن. خب اول باید برم من اینجا رو چیز کنم. چی بابا این وسطش میره داخل ولی چی درد میخوره. من باید نگه دارم. نه نه. تلویزیون. حالا این به چه درد میخوره. اینو زدم. شاید به تلویزیون ربط داره. اه. آها اینو فکر کنم باید برم پیدا کنم. آره اینجا نمیشه. این چیه؟ اینم باید رمزیه. یکم بازی رمزی کرده باشیم در میاریم دیگه. دروغ میگی، به خدا دروغ میگی. اوکی اوکی. خب این چه کار میکنه الان؟ هیچ. خب بریم جاهای دیگه شو ببینیم. سلام. آره این باید کلمه ای بگه. نه 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 نه. آینه. آیم مایش. زبانمون ری است. کلید. خوب. کلید به کجا میخوره؟ این چی بود؟ کیگاو. کیگاو. زبان این سطح انگلیسی من رفیقم. منصور حداقل پلیز اوپن د اینا دور. چه درد من میخورن. من داخل اینو به چی در بیارم. بسا این چی بود؟ فوتو پیک. خب من با این چیکار کنم. باید فکر کنم بذارم اینجا. بیا پایین دیگه. نمیاد. آها باز شد. من حالا جریان رو فهمیدم. گرافیک خیلی قشنگی داره. به دل میشینه. قیچی یکی دیگه این کاغذا. بعدم باید اینو کجا بذارم. اینجا. اینجا که وایسا. شبیه چیزه باید داخلش. این چیزای قدیمی هستم میذاشتی داخل. اسمش چیه؟ کاسه. نه کاسه داره. هم چیزی باید بذارم داخل این. آره آره. اینم ساعت بود. اینا من کجا پیدا کنم. فقط یه چیز منطقیه واقعا. هر جای تصویر دست میزنی یه چی بهت میده. شما اینم رمزه.
ریدم بعدم ویسا فکر کنم باید با قیچی اینا رو ببرم. آره پشم. اینجا چی؟ اینجا نه، اینجا چیزی نداره برای بریدن. فکر کنم باید با سیگار جایی بسوزونم. آره که نه جایی نیست. من کجا رو بسوزونم؟ تو لامپا چیزی نیست. توی لامپا هم هیچی نیست. فکر کنم یه چیه نیمه کاره اینجا بود. فکر کنم عکس باید برای این باشه. آره این یکی، اینم دوتا. هنو خیلی از تیکهاشو نداریم ما دیگه. با این نمیشه اینجا رو برد با قیچی. نمیشه. اوکی باید بریم کجا؟ باید بریم جایی که غم نباشد. نمیدونم این چیه؟ کنار ساعته میشه. اوکی. باید با یه چیزی پیچا رو باز کنم احساس میکنم. بسا پیچ با مداد که نه، با کود نه، کود که هیچ. با کود با این نمیشه. یه لحظه صدای برق اومد. خواهرمون بیایم. لامپ روشن شد. یه برگ دیگه داد از اینه. خب اوکی. اینم دوم، اینم سومی. حالا مونده دو تا دیگه مونده. دو تا دیگه بعد کجا پیدا کنیم؟ اینو فکر کنم باید بذارم اینجا. نه اینجا که رمز بود. اینور کجا بود این؟ نه اینجا هیچی نیست. اوکی چه نور روشن شد. این فکر کنم اینجوری باید باشه که اینا رو ببریم اونور. آره اینا رو باید ببریم اونور، اونا رو بریم اینور. اوکی باز منم وایسی کنار بدم. خوب پاراداکس فکر کنم ترسناک هم باشه. آره نه ترسناک نیست. خب اوکی اینم باز شد. یه دونه دیگه از اون عکس داد. عکس اوکی کله شوهر پیدا شد. با مداد باید روش بکشیم. نه منطقی. فکر کنم باید بریم یه جایی یه رمزی پیدا کنیم ولی رو تخته اینم نوشته. وایسا من یه کاغذ بیارم که این رمز منظور بنویسیم روش. که چی؟ ولشون کنه لقبشو سر ندارم. خب ما الان بخوایم بگیریم مثلا باید این چیزایی که گذاشته استفاده کنیم دیگه. درست. خب الان من برگ به چه دردم میخوره؟ سیگار برگ به چه دردم میخوره؟ قیچی کد. شاید باید برم جلو آینه کتو بپوشم. جکت سلام. ریدم. چی شد؟ الان من این کتو پوشیدم. بس سیگاره رو بکشم. آره نه الان کتو گرفتم پوشیدم. یه زن اینجای پوشیدم ظاهر شد. خب الان باید چیکار کنم؟ خب اوکی
نمیدونم، شاید باید بیام اینجا. آها این چیه؟ یکی هم انداخت جلو دمت هم میگم. خدا با من هست. اینم تیکه آخرش، زن و شوهر تکمیل شده. The woman. آها او باید این متنو The woman بریم اونجایی که چیز تایپ داشت بنویسیم. The woman The آره دیگه The فاصله woman. اوکی تمام. The woman لاشی The The اوکی یه نقاشی داد. آها باید با این مداد روی اینا بکشم. ریده این کشیدن. در رو تکمیل کرد. خوب زنه رو باید پر کنیم. به چی؟ اینجا رو باید پر کنیم. به چی؟ کلش. به چی؟ اینجا. این شکل خوبی نداره. خوبی اینجا گردنش رد شده. زش بدآموزی. وایسا رو دقیقا زش. چه منطقیه واقعا. دهنتونو ریدم با خودم. بینم کلید. چرا کلید داد؟ اوکی. از اونجایی که زرده باید بخوره به اینجا. الکی خورد پشمام. به این چیه؟ کیس 23. انگلیسی منم که ریده است. بله دوربین عکاسی اخوازی هیچی نداره توش. آها این نوار کاسته گفتم با اونجا باید بخوره. اوکی اینم از این فکر کنم باید بزنیم به توتیه. دستگیر توتیه است. نه وایسا به توتیه هم نباید بزنیم. باید فکر کنم آها اینجا. اوکی خب یه چیزایی هست داخل بازی منطقی نیست. دست میزنی به صفحه، یه دفعه یه چی باید میذاره داخل اون جایگاه وسایلات. عجیبه. این یه تیکه هم رد کنم دیگه، واقعا سرم گردنم داره درد میگیره. این یه تیکه هم رد کنیم دیگه تموم، بریم پورت بعدی. خب باید اینو بذارم داخل این اوکی هر دفعه یکی میاد ما رو میخوره. ببخشید. خب دیگه Mr. Van Dyke, please tell me about your dream. I was watching TV. خب It was me on the screen. اوکی But I looked different. More real. And then I said, Benin exists. کیس. Then خب did I talk backwards? اوکی تمام. ما نفهمیدم چی گفت. میایم به صورت عمودی داخل اینجا. خب کتاباش چی میگه؟ کتابا رو نمیگه. او کتابا رو میشه عوض کرد. بذارم از اول شروع کنم. خب چه فرقی کرد؟
هیچ فرقی نداره. ولش کن، این بعدا انشالله ما الان میریم داخل این. خب این هیچی نداره. الان پرونده رو بذار باید بخوره اینجا. تی تی برای این. اوکی پشما. تی بعد اینم حتما باید بذارم اینجا. نه عکس بیه ایه. اوکی ای دایره بی دومی. خب یعنی ای دایره بی تی برعکس. اوکی وقت ویدیو هم اینجوری زیاد زیادتر میشه. عجیب. اوکی این فکر کنم باید بذاریم داخل این. آره او پشم چون میگیری بذار. خب روشنش بکنیم. خب فیلم پخش کنیم دیگه. مسلم برگ باید بذاریم جلو چی؟ نه شد باید بریم تو آینه. نه آینه هم نیست. آها اینجا. اوکی نوشته ساعت. این ساعت رو میخواد در بیاره. میگه ضرب در نداشت که. وایسا یه لحظه برم ببینم. ضرب در داره. میگه ضرب در روی این. چی شد؟ ناموسم؟ بابا اینه بده. خب اوکی چون سیگار داشتیم باید این روشن بشه الان. خب اوکی یکم میگیرم ودکا تو دست. یه مرغ هست که از فندک در میره. حس کردم رو هم پس میده. خب اوکی اولیش چیه؟ دایره اس. خب چه قشنگم حلقه در میکنه دایکوز. دایره اس شبیه اس ناموسم گیر ندین. اس بعد دیگه دایره اس مربع زد. آخرش هم ببینیم دیگه. مربع زد این. مربع زد. اینم از این. کمرم درد گرفت. اینم از این عزیزمون. برادر مارپیچ چسب. بچه ها بریم برای پارت بعدی که واقعا دیگه کمرم کفاف نمیده. کمرم درد گرفت. اینجا فقط دیواره و هیچی پشتم نیست. نشستم رو زمین. خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو دیدین. لایک ساب و اگرم لایک کردین که دمتونم گرم. یه کامنت هم بذارین. خدا نگهدار.